بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون خیلی عالی باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما باشیم. بچه‌ها یه مصاحبه‌ای با یه خانومی توی ترکیه راجع به آتاتورک کردن که حرفای این خانوم باعث حیرت خبرنگار شده. بریم ببینیم که راجع به چی حرف زده. Valla Atatürk'ü sevmediğim için. Olsun, paylaşabilirsin. Olumlu olumsuz. Sevmedim. Atatürk dinimizi çok zedeledi, çok hırpaladı. 1000 yıllık hükümetimizi, 1000 yıllık tarihimizi sildi. Bizi bir gecede cahil bıraktı. Bizim imamlarımızı asarak, medreselerimizi kapatarak bizi 1000 yıllık cahil, bir gecede bizi cahil bıraktı. O yüzden ahirette ben ona soracağım. Ben de onu soracaktım. Eğer hayatta olsaydı ona ne söylemek isterdin? Neden dinimizi tahrip etti? Neden yıktı? Evet. Yani neden sevmiyorum? Dinimiz ve en ufak bir yardım olmadı. Bizi tamamen sildi. Cumhuriyet adı altında Avrupa'nın dinlerini Türkiye Müslümanlarına yakıştırmaya çalıştım, artık ne diyeyim yani. Çok heyecanlandım. Şimdi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Allah rızası için bunu ben söylemek istiyorum. خب بچه‌ها حرفی که الان شنیدیم در رابطه با آتاتورک بود، کسی که متولی ترکیه بود در چندین سالهای پیش و چیکار کرده؟ طبق گفته این خانم روحانیت اون زمان ترکیه رو چیکار کرده؟ اعدام کرده و مدارس حوزه علمیه توی ترکیه رو بسته و پلمبش کرده. بعد از چندین سالی که روحانیتی توی ترکیه نیست و حوزه علمیه ها بسته شده و اینا، الان دارن متوجه میشن که چی؟ آقا دین ما از بین رفته. الان ایشون چی گفتن؟ گفتن که آتاتورک باعث شد که مردم توی یه شب جاهل بشن. یعنی چی؟ نسل بعدی که توی ترکیه به دنیا آمدن و بدون روحانیت اومدن بالا، باعث فسادهایی که الان توی دنیا میبینیم شدن. چطور؟ جایی که دین نباشه هیچ خط قرمزی مطمئنا وجود نداره و زمانی که خط قرمزی وجود نداشته باشه، عدالت، رحم، مروت، روابط اجتماعی درست، تربیت فرزندان، تربیت اجتماعی وجود نخواهد داشت. به خاطر همینه که شما فرهنگ غرب رو دارید میبینید چه کارهایی که نمی‌کنن. یعنی هیچ خط قرمزی ندارن، از هر گونه جنایت گرفته تا دزدی کردن و مال مردم خوری و خیانت، تجاوز، هر چی شما بگید توی غرب وجود داره. توی فرهنگ غربی همه اینا هست. پس ماها باید از این ویدیو درس عبرتی بگیریم. این مصاحبه که این خانم کردن و گفتن که با بستن حوزه علمیه و اعدام کردن روحانیت باعث شد که ما توی یه شب جاهل بشیم. الان شما میبینید که روحانیت هدف دشمنه. چطوری؟ یعنی اینکه آقا وقتی دزدی میشه میگن آقا اینو روحانیت دزدی کرده، اختلاس میشه میگن آقا روحانیت اختلاس کرده. ولی چون ریشه انقلاب بر پایه و اساس روحانیت هستش، دشمن و غرب روحانیت رو هدف گرفته. هیچ وقت گول رسانه رو نخورید بچه‌ها. شما که الان میبینید هر چیزی که توی کشور اتفاق میفته رو میزنن به اسم روحانیت، شما یه فکر کوچولویی که بکنید متوجه میشید که آقا روحانیت یعنی کلا بده، یعنی یه کار درست هم انجام نده توی کشور. پس چرا دارن تماما بهش تهمت میزنن؟ چرا همش هرچی میشه گردن روحانیت میندازن؟ اصلا ما دکتر، مهندس، مکانیک توی همه اینها بد و خوب داریم. روحانیت هم که معصوم نیستن، یکی امکان داره راهش رو اشتباه رفته باشه. اما وقتی که بیایم بگیم که همه کارها و همه بدبختی ها، فقر، نمیدونم دزدی، همه اینا کار روحانیته، این بی‌انصافیه و این هدفی هستش که آمریکا و غرب داره دنبالش میکنه. چی؟ بدنام کردن روحانیت و بر پایه همون بدنام کردن جمهوری اسلامی و خشکوندن ریشه ایران به راحتی. ولی ما باز هم داریم گول اینستاگرامی که داره از غرب اداره میشه رو میخوریم بدون اینکه بفهمیم منبعش چیه. همین که میان یه پست میذارن توی اینستاگرام آخوند فلانی این کارو کرده. آیا شما اصلا میدونید ایشون آخوند بوده؟ آیا میدونید که این فیلم فیک نیست؟ نمیگم کلا وجود نداره، چرا بعضی از مشکلاتی هم وجود داشته. به چه دلیل میگم که روحانیت هم معصوم نیستن؟ شاید یکی در هزار بد در بیاد به خاطر راهی که اشتباه رفته. درسته؟ اما ما نمیتونیم بگیم که همه کارهایی که الان شده تقصیر روحانیته. پس امیدوارم گول اینستاگرام که توسط غرب داره اداره میشه و هدفش خشکوندن ریشه جمهوری اسلامی ایرانه، اونم با هدفگیری روحانیت، رو هیچ وقت نخوریم. چون اینها با هدف دارن روی
بدنام کردن روحانیت سرمایه گذاری میکنن. موفق باشید. یا علی.